اکمل مرادov پهلوانی که در وزن تا 81 کیلو 9 ماه بود توقف میکرد. بله بعد 9 ماه بازگشت به بله بازگشت، اما بازگشتی بسیار هم مشکل اگر بگویم برای اکمل، چون که او را قهرمان جهان جایزه دار قهرمان ویچرچک الکساندر تجربهش کلان است آلمانی استقبال میگیرد. حالا من نمیدونم که کجا اکنون اکمل پیراهن سفید یا به قول دیگر همون کیمانوی سفید ببر کرده است بر مقابل ویچرچک الکساندر پهلوانی آلمانی، یعنی قهرمان جهان سال 2017 میبرد. کوشش کند همون گریبان خپد، همون اصول دوست داشته خود و کار باید کند. حالا ببینید ورزشگر آلمانی هم سیاناگ را نقض اجرا میکند. کمتر در اینجا شبهه دارد اکمل مرادov. کوشش کردن در کار. بله باید آزاد گوشته گرفت. کومیکاتا نادرست داشت. هر دو دشیدو. بله دشیدو اول ورزشگری ما. این داور روس حالا برای اکمل مرادov برای کومیکاتا داشته. الکی پای همین شیدوها پهلوان ما را باز هم خسته میکنند. بله یعنی در حال اکمل پیشرفت است برای تپیدن همون کومیکاتا ما میگوییم. بعضا رمزی جان هم کسبان شما نیست. اولین شیدو رو میدیم بعد پهلوانان ما خاطر میشن. از این خاطر راه رو گم میکنند دیگر. الکی میفهمند کدام سمت قپیم که برای ما درست باشه تو اینکه شیدو نگیریم. باید کومیکاتا و بله اکمل حالا بعد نمیگیرد گوشتیم. فکر میکنم این دو پهلوان آلمانی رو با درست داشتن اکمل رو. شیدوی دویم برای یک طرفه دو طرف هم داشت شیدو گرفت، یک طرف هم داشت شیدو میگیرد. من فکرم دیگر اکمل کمی خسته شد، فقط تکیه به اساسی اصول همه ورزشگر آلمانی این سیوناگی و اولاد پارتری اکمل باید رو یا بده شو از اولاد لا دادن دست. بله اینجا برای اکمل بسیار لحظه مشکل است. برآوردن در کار بله برآوردن در کار. اما اولاد این نوبت باز فکرم این نوبت اکمل تمام تسلیم شد. اصول لدی در خطر بود چون نه جوجه گتامی در اولاد لا دادن دست اما در زمین. بله چون که بعداً به اولاد پارتری گذاشتن و خب این باخت اکمل برای ما باید ما را افتادن اسازد، چون که حالا در پیش اکمل